یه دفعه پشت صحنه رو واسهتون پخش بکنیم چه هیجانی داره. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ حال شما خوبه؟ ماشاءالله ماشاءالله، چه پسر خوش تیپی. حال شما چطوره خانم؟ سلام، حال شما خوش اومدین. خوب هستین؟ به نام خدا من سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز برنامه زنده با زندگی. میهمانان شما از گیلان، رضوانشهر، روستای کلیمان دعوت ما رو قبول کردن. پرورش دهنده شترمرغ هستن، بزرگترین پرنده‌ای که پرواز نداره. بله، اینم پوستشه. بله خیلی پوست کلفته. بله، کفشای آقا امیرم دقیقاً همین چرمه. نزدیک نه؟ کلفتر از بوز. کلفتر از بوزه. خیلی خوب. این کفش امیر آقا از اون. همش چرمه. بله، چرم. حتی اون قسمتش صافش هم چرمه. همش. این کیف هم هست آقای خسرو. کیف هم از پوست شترمرغ. برکلا. خیلی تزیین و همه چی داره. خیلی زیباست. خب خیلی خوش آمدین همگی. فقط من خواهش می‌کنم سریع معرفی کنید. بله، که خواهش می‌کنم. من به ترتیب معرفی می‌کنم. آقای امیر طلایی عنبران. چرا؟ چون قدش بلندتر از باباشه؟ نه، چون پسرشونه. بعد از بچگی با این شترمرغا بزرگ شده. بعدم تحصیلاتی که کرد دقیقاً در همین زمینه، یعنی رفته علوم دامی خونده، کارشناس ارشد علوم دامی هستش و بچه درس خون. 24 سالشه و کمک پدر میکنه. خب آقای رضا طلایی عنبران که ایشون عنبران؟ بله. عنبران نخل، عنبران نمین که جزئی از استان اردبیله، ولی ما بزرگ شده گیلان هستیم که جزء رضوانشهر هستیم. اصالتا عنبرانی هست. کل نقشه رو یه دوری زدن. بله. دقیقاً بالعکس نقطه خراسان ما. درست مرز، یعنی مرز نشینم هستیم. بسیار عالی. و خانم منیره آهنگری متولد 1350 که کمک میکنن تو بخش مسئول جوجه های زیر 1 ماه هستن. ظریف‌ترین کارشون رو فکر میکنم. همین جوجه‌ای که عکسش اومد. اینا زیر 1 ماهن این قضیه. بله، کوچکم. بله. کوچکترن اینا دیگه. خیلی نازن. خدا وکیلی الان اینا بینندگان عزیز لطفا این عکس‌ها اینا نازن الان. واقعا نازن. اینا شاید حدود 7-8 روز تا 10 روزه هستن. 1 ماه بزرگتر از این هستن. اینا خود شترمرغ هستن. آها، من وقتی داشتم دعوت میکردم آقای طلایی رو، دخترم گفت ماما میشه یه دونه از این جوجه ها رو بگی بیارن من کنار عروس هلندیم بزرگ کنم. گفتم بله مادر، فقط باید مزرعه بخریم. خب پس این مزرعه فارم جوجه هامونه که مسئولش خانم همون بالای 1 ماه هستن. چه با ذوق و اشتیاق تعریف میکنن. اون زمان اونجا نگاه بکنیم، من سنم تقریبا همسن یکم بزرگتر از امیر بودم که نزدیک 20 و چند سال. سال 76 کارتون شروع کردیم. تو چیزی نگو بروت نیار. سال 76 شروع کردم بعد از یک ورشکستگی درست حسابی. توضیح بفرمایید. عرض به حضور شما، ما قبل از این شغل مشغول کار تجارت بودیم که کار میکردیم اونجا، ناموفق شدیم و از اونجایی که علاقه من چی تجارت میفرمودیم؟ مثل زیرپوش و حوله و عرض به حضور شما جوراب. موفق نبودین یعنی چی؟ بله، نه تو به هر صورت پول ما را خوردن. اون زمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و همین کشورهای مثل عراق و ترکیه اینو جنس میدادیم که متاسفانه چکاتون وصول نشد. بله، نه چک وریا وصول نشد یا این وریا. دیگه بعد از اون دیدم که چون علاقه‌مند بودم به کشاورزی و کشاورزاده بودم، از اونجایی که خودم من در راستای این صنعت به اصطلاح تحصیلاتم داشتم، فوق دیپلم بودم، دیگه رفتم پیگیری کردم، دیدم فوق دیپلم دامداری؟ علوم دامی. خب بله، دیگه رفتم برای تحقیقات که ببینم شترمرغ چیه هست. اومدم اون زمان که مراجعه کردم دیدین نه شتر نه مرغ. بله، متاسفانه اصلا در کشور نبود، حداقل اطلاعات نداشتم که در کشور وجود داره. رفتیم امور دام دیدیم اصلا اطلاعاتی ندارن. رفتیم دامپزشکی دیدم نیستن. رفتیم اینور اونور سوال کردیم. کشورهایی که صاحب نظر بودن در راستای صنعت شترمرغ مثل آفریقای جنوبی، هلند، این جوجه الان توی تخم گرفتار شده. در فارم جوجه کشی مون هست. بله، داره در میاد. خب بعد دیگه دیدیم صنعت خوبی رو شروع کردیم، آوردیم 2 تا گله، یکی از آفریقای جنوبی یکی از هلند آوردیم، شروع به کار کردیم
که خوشبختانه بعد از 10 سال اولین صادرکننده کشور شد. بله 700 تا مزرعه صنعتی اون زمان داشت. یکی از مشکلات هلند کلا چقدر مساحت داره که 700 تا مزرعه حالا جالبیش اینه که ببین در شترمرغ اون زمان حرف اول رو میزد از لحاظ صنعتی. مثلا شما نگاه بکنین همین هلند در تولیدات ماشین‌های سنگین حرف اول رو میزنه، یا میبینید در خیلی در گل و گیاه و فلان اینا فرآورده‌های شیری و لبنیات و اصلاح نژاد دام و طیور و فلان، اینا همه برمیگرده به مدیریت کلی. مدیریت کلی اصلا ربطی به مساحت و غیره نداره. مدیریت وقتی که بر اساس تعصب یا بر اساس ایجادی باشد مطمئناً اون اتفاق میفته. خواستن توانستن. هر کاری که اینا انجام میدن از 0 تا 100ش رو انجام میدن و هر کاری رو که به دیگران میدن سعی میکنن دیگران رو به خودشون وابسته کنن. ناگزیر باشی که بری از خودشون دوباره بذر رو بخری. نظیر روزهای هلندی، آلستومریای هلند، نظیر بسیاری از فراورده ها یا محصولات هلندی. خب یه 2 خط هم شما بگو که بالاخره ببینیم کجای کار به پدر رسیدی و چه کردی. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر طلایی هستم. خب از اون ابتدا که بابا رفت سمت کار شترمرغ و حالا چندین سالی که خارج از کشور بود و بعدش اومد و شروع به کار کرد، خب منم از همون اول علاقه‌مند شدم به پرورش طیور، پرورش دام و خب کلا کشاورزی و دامداری که خب به همین دلیل رفتم برای تحصیل در واقع دوره دبیرستان، رفتم کلا تو رشته امور دام و پرورش دام و خب ادامه دادم تحصیلاتو تا الان که دانشجوی ارشد هستم دیگه، تقریبا آخرش که فارغ التحصیل بشم. همزمان توی مزرعه کار تکنسین دستگاه جوجه کشی رو انجام میدم، یعنی همین دستگاهی که فیلمش رو گذاشتین، دستگاه ستر که تخم 42 روز داخلش میمونه. شکل شما چون روتون این سمت ندیدیم، شکلش عین یخچال ویترینی ماسبندی است ولی توش حرارت نبود. دقیقاً بالعکس. آره. و خب دستگاه جوجه کشی و دستگاه هچری که بعد از اینکه تخم نوک میزنه و میاد و میخواد هچ بشه در بیاد، دستگاه هچر و حالا کلا روند جوجه کشی شترمرغ رو خودم مدیریت میکنم. اینم الان تخم شترمرغ دیگه. بله. این تخم شترمرغ جالبیش اینه که جناب آقای خسروی این حیوان میتونم بگم اگه خوب کار بشه 80% کلیات فیزیک شترمرغ ضمن اینکه قابل استفاده و بی‌نظیره. این خیلی جالبه. مثال میگم، شما میبینین در کشتارگاه گاوا که کشتار میشن زایاتش نزدیک حدود 35% زایات داره. ولی شترمرغ در شترمرغ زایات شاید میتونم بگم زیر 10% داره. ببینیم پوستشه، پرش که اون خدمت شما آوردم اونجا هست، گردگیره که شما هر جا گرد هست روش بکشین الکتریسیته داره، مثل جارو برقی میکشه با خودش و پخش نمیکنه. پوسته تخم باطلش یعنی یه چیزیه که خالیشه. این چون کلسیوم خالصه هزاران سال میماند، یعنی ماندگاری داره، هر اثری روش کار بشه میتونه تا هزاران سال بمونه، هیچ اتفاقی براش نمیفته. یا مثل روغن شترمرغ که همین الان ما داریم تولید میکنیم، اشتغال داریم در این راستا، گوشتش اوره رو بالا میبره. ضمن اینکه ببین ضمن اینکه آهن بالا داره، جالبش اینه که به جای قرص آهن قابل استفاده است. خب ولی درسته که گفته میشه اوره رو بالا میبره. نه من حداقل میتونم تخصصم در اون، من لطفاً از ذهنتون پاک کنید مگر اینکه از یک متخصص بشنوین، چون اینا حرفا و اقوال غیر معتبره که گفته میشه. ولی در مورد آهن بالا جزء گوشتای قرمز دیگه، اصلا کاملا قرمزه و بدون کلسترول. این جالبیش اینجا تغذیه از طیور کاملا گوشت قرمز و از این مهمتر اینه که اینقدر گوشتش ترد و یعنی قابل جذب انسان هست. شما مثلا عوض 400 گرم مثلا برای 3 نفر میخواین غذا بپزین، اینو اگه 200 گرم بپزین مثل عسل طبیعی کاملا سیر میکنه. یعنی هزینه درست قیمتش کمی بالایی، در صورت
که مصرف بکنین کاملا قیمتش به نسبت یه تناسبی داره. بله پایین‌تر هم میفته توجیه اقتصادی داره. در واقع این مزرعه پرورش شترمرغ جناب آقای طلایی انبران رو ببینیم. یکی از بهترین نعمت‌های خداوند هست. تخمش، جوجهش، پرش، پوستش، همه چی به پول میشه تبدیل کرد. دیگه بیشتر از این ما چی میخوایم؟ اینجا بزرگترین مزرعه شترمرغ گیلان در رضوان شهره. آقای طلایی 24 ساله که تو کار پرورش شترمرغه. از 6 تا دونه شترمرغ شروع کردیم، بعد از 6 تا یواش یواش پله زحمت کشیدیم و حالا او 70 شترمرغ مولد و سالانه حدود 3000 جوجه با صرفه اقتصادی بالا داره. یه دونه جوجه شترمرغ الان میتونه در عرض 6 ماه پرورش به اضافه قیمت خود جوجه شترمرغ حدود 1,200,000 تومان براش مایه میشه. همین الان حدود 2,300,000 تومان قیمتشه تو بازار. شترمرغ به این بزرگی 2 کیلو مصرف غذا داره. ضریب تبدیلش بالای، کم میخوره بیشتر تولید میکنه. همه چیز خار هست، یعنی شما هر آن چیزی که میتونین بهش فکر کنین میتونه حیوان بخوره، میتونه بخوره، بهره‌وری داره و ضریب تبدیلش هم بالاه. اما این کارا را ما خوشبختانه این جاده رو آسفالت کردیم. یعنی هر تحقیقاتی کردیم، جنبندی کردیم، فرمول‌های عملیاتی الان در دست داریم. هر فردی که امروز ورود پیدا میکنه به این کار، یعنی شامل اون تحقیقات و اندوخته چندین ساله ما، امروز با ما شریکی ازش استفاده میکنه و بهره‌وری داره. این شتر پرنده هیچ ضایعاتی نداره. طراحی رو پوستای تخم شترمرغ انجام میدیم که به بیرون عرضه کنه برای فروش. از روغن شترمرغ هم تو حوزه سلامت استفاده میشه. برای دردهای استخوان، روماتیسم، آرتروز استفاده میکنن. و پوست شترمرغ تو صنعت چرم کاربرد داره و این یعنی اشتغالزایی. هولوش 250 تا 300 نفر اشتغال مستقیم با صنعت شترمرغ در استان گیلان ما الان ساپورت داریم. آقای طلایی علاوه بر اینکه یک پرورش دهنده موفقه، برای حمایت از کسانی هم که قصد پرورش شترمرغ رو دارن آستین بالا زده. اطلاعاتی که طی این 24 سال جمع آوری کردیم و داریم در اختیار افراد آماتوری که تازه ورود پیدا میکنن میذاریم و کاملا کمک میکنیم صرف تا صدشونو. برای استمرار تولید لازمه که از تولید کننده حمایت بشه. همچنان ما دست و پنجه نرم میکنیم با تامین نهاده در ارتباط با غذا. در گیلان 3 مزرعه پرورش شترمرغ داریم که با گسترش این صنعت کم هزینه هم منبع درآمد مناسب برای پرورش دهندگان و هم سبب ایجاد زمینه اشتغال میشه. حیوان خیلی واقعا خیلی مقاومی هست. تو این سرما هیچ جایگاه بسته‌ای در اختیارش نذاشتیم، کاملا به صورت فضای آزاد دارن پرورش پیدا میکنن، هیچ مشکلی هم براشون ایجاد نمیشه. الحمدلله کل گلمون تا این لحظه صحیح و سالم بدون درمان دارن روند پرورش عادی خود را طی میکنن. میخوایم بدونیم که یه روزه یه خانوم توی یه مزرعه پرورش شترمرغ چطور میگذره. خانم آهنگری بفرمایید. درود بر شما، ممنون از برنامه خوبتون. خواهش می‌کنم، خوش اومدید. واقعا زحمت کشیدین و ممنون از دعوتتون. من چون به این کار علاقه داشتم و دوست داشتم در کنار همسرم فعالیت کنم، شروع به کار کردیم. اول خیلی سخت بود
واقعا سخت بود چون دستگاه جوجه کشی نداشتیم، یکم مشکل بود تا کار رو یاد بگیریم، ولی چون علاقه داشتم و همسرم هم کمکم کرد، راهنمایی میکرد، این کار رو گسترده تر کردیم. صبح ساعت چند از خواب بیدار میشیم؟ ما کلا ساعت 6 صبح از خواب بیدار میشیم و با اشتیاق و شوق میریم به طرف مزرعه، فعالیت‌های کشاورزی مزرعه‌مون شروع میکنیم. چند نفر تو مجموعه مشغول به کارن؟ 10 نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستن، با خانواده هستن، بعضی روزکار هستن، خلاصه یعنی یه خانواده رو اونجا تشکیل میدیم. چطور تو مزرعه کار کردن شما رو از زندگی ندید؟ شما یه پسر دیگه هم دارین درسته؟ بله. نشسته اونجا داره ما رو نگاه میکنه، آرمین خان. لطمه نمیزنه به خانواده این کار شما؟ چون کار تو مزرعه خیلی سخته. بله. نه لطمه نمیزنه، بچه‌ها با ما فعالیت و کار رو یاد میگیرن، هم در کنار ما اشتیاق دارن، به خاطر همین. درسته. شما بفرمایید، شما وقتی که رفتین درس خوندین در زمینه علوم دام و اینا، از دانشجوها، از دوستا، همکلاسی‌ها کسی رو اضافه کردین به مجموعتون که ازش کمک بگیرین؟ خب بله، من از همون ابتدای کار که خب وارد هنرستان شدم، چون هنرستانی که ما در واقع تحصیل کردیم یک هنرستان کشاورزی بود. از اول رفتی هنرستان درس خوندی؟ یعنی هم کار بود، هم در واقع علم آموزی و خب کار عملی که تو مزرعه ما انجام میدادیم. من همونجا خب بعد از چندین سال اومدیم و اونجا شترمرغ پرورش دادیم، یعنی همزمان درس میخوندیم و همزمان هم تو اون در واقع هنرستانی که داشتیم اونجا شترمرغ هم پرورش میدادیم. از همونجا یه سری دوستای نزدیکم که با هم بودیم و بعد از 7-8 سال با هم در ارتباطیم هم اومدن، خب وارد چرخه ما شدن در زمینه پرورش شترمرغ، در زمینه فراوری محصولاتش و خب بقیه کارهایی که در این چرخه انجام میشه، مثل فروش گوشتش، مثلا سلاخی حالا لاشه شترمرغ و همینطور تولید روغن و اینجور مسائل. درست. آقای طلایی چطور شد شما رفتین درستون رو ادامه دادین؟ والا از آنجایی که دور و بر هم انگیزه به ما دادن و از طرفی هم نیازمند اطرافیانمون، بله، از طرفی هم واقعا بعضی جاها نیاز بود در دانشگاه ها، عرض به حضور شما، در همایش ها، در خیلی جاهایی که دعوت می شدیم نیاز بود که احساس کردیم نیازه، کما اینکه اونجا تجربه حرف اولو میزنه. به هر صورت مدارک یا به قول دانشگاهی شدن هم اکادمیک هم بغلش لازمه ابزار گاهی نیاز میشه برای تحقیقات خارج از کشور یا همین دانشگاه داخل دیگه انگیزه ایجاد شد حتما این کارو کردیم. اگه شما خدا به قدری با علاقه از این کار حرف میزنید که من احساس میکنم بعد از خانواده کارتون رو بیشتر از هر چیزی دوست داره. مطمئنا جناب آقای خسروی، اگه اینطوری نبود، این انگیزه و علاقه وجود نداشت، بعد از 25 سال 2-3 سال نمونه بودن کشوری و نمیدونم چندین بار صادرات و غیره، اصلا گاهی ما مادیات رو از یاد میبریم. واقعا اگه هر که مزرعه ما بیاد این علاقه خود به خود ایجاد میشه. واحد شمارش شترمرغ هم نفره؟ نه خیر، قطعه است. قطعه. چند قطعه الان شما شترمرغ دارین؟ ما حدوداً جالب اینه که مجوزمون زیر 50 تای مجوز قانونیمون، ولی بالای 70 تا مجوز مولد کار میکنیم. سال حدود 3000 تا جوجه تقریبا تولیدات داریم و حدود 280 تا 300 مزرعه زیر مجموعه داریم. یعنی چقدر سرمایه نیاز داری این کار رو انجام بدیم؟ برای شروع در ارتباط از زمین و مزرعه و همه چی. بله، در ارتباط با پرواری خیلی کلان نمیخواد، شاید بشه با 200 میلیون تومان راحت کار کرد در ارتباط با پرواری. ولی بحث مولد از اونجایی که خیلی تخصصی هست و تاسیسات و تجهیزات لازمه خودش داره، حداقل بالای 1.5. و بفرمایید که در محاسبه شما زمین و مزرعه هم پیش بینی شد؟ بله. البته زمین یه مقدار به نسبت مناطق تغییرات ایجاد میکنه بالا پایین. شما محل سکونتتون با مزرعه‌تون چقدر فاصله؟ اصلا داخل مزرعه ما قبلا با 7 کیلومتری تا 8 کیلومتری زندگی میکردیم.
الان نزدیک میشه 13-14 سال داخل مزرعه زندگی میکنه. خانم حس بدی ندارید از اینکه کنار شترمرغا زندگی میکنی؟ خیلی هم بهتر در طول طبیعت، همه آره؟ چی طبیعیه. شما هم داری؟ بله. دوست نداشتم این موسیقی رو الان بشنوم، دوست داشتم خیلی دیرتر بشنوم و ما بیشتر حرف بزنیم. خانواده‌هایی هستن در ایران که به رغم شکست ها و به تعبیر متداول زمین خوردن های سخت اما برخاستن، تعلقشون رو پیدا کردن، خودشون رو مدیریت کردن و تونستن به توفیق برسن. خانواده محترم طلایی انبران در استان گیلان از اون جمله هستن. متشکرم به خاطر حسن انتخابتون، خیلی لطف کردین که آمدین. و اون یکی پسرشون اسمش چی بود؟ آرمین خان، از شما هم خیلی متشکریم که آمدین. چی شد آرش جون؟ برنامه تموم شد؟ کی هنوز پخش میشه؟ آرش اصلا کلا اینو من باید ببرم دکتر، یعنی اضطراب، استرس، فشار، نمیدونم چه کارش کنم. و خداحافظ.